من قصد کردم استاد خالص لله نماز رو تا ابد تا مردن ترک نمیکنم. یک یوری میکردید، یک سخنی میگفتید استاد عزیز. قرضدار شدید؟ من خیلی پیش یکون وقت استاد نماز ترک میشید و قصد کردم که خالص لله نماز رو ترک نمیکنم دیگه. نماز رو ترک نمیکنم میگوید؟ بله بله استاد. بله، نماز رو ترک نکنید. پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیث ترمذی هست گفتن که کسی 40 روز یعنی 200 نماز میشد. 40 روز اگر تکبیر اولای دست از دست ندهد، یعنی امام الله اکبر میگه شما الکی حاضر هستید در مسجد الله اکبر میگه 40 روز یعنی 200 نماز. 40 روز اگر خفتم و دیر مونید اگر 199 نماز میشد. یعنی رفتید که امام سوره زم کرده است، قرائت دارد، شما الکی این از دست دادید. اگر 40 روز کدام آدمی که تکبیر اولای از دست ندهد گفتم از دو چیز سلامت میماند. در دنیا از منافق شدن، در آخرت از آتش دوزخ نجات مییابد گفتم. این بعضی ها حاضر شنود هیچ گپی نبود دست میگد، لیکن نمیتونید عمل کرده. مرحمت اگر کسی تواند عمل کند خوشا به حالش. بعضی آدم ها عمل کردین. سال 2004 همین حدیث گفته بودم. این حدیث در سنن ترمذی هست و بعضی علما حسن گفتن، صحیح گفتن، بعضی ها سندش از مقال خالی نیست. عمل کردین لیکن چند نفر یکته شده عمل کردین، مثلا 10 نفر 5 نفر بین همدیگر مصلحت کردین، قامت گفتم به نمیموندین، مقصد فلانی بیاد گفته زنگ میزدین، یعنی به یک عذاب بعضی ها خواندن میگن، لیکن به همین خیر اون جماعت های هم جماعت های کلام نیست، یعنی قومت می ایستایوندین تا یکتش اومدنه. چند نفر به یاری یکدیگر تمام کردین میگن. عموما بعضی برادرای توصیه کرده بودیم همین حدیث به عمل میکردن و بار دیدم که به نماز جماعت رفته ایستاده است و تمام چشماش ورم کردگی، غضبش اومدگی. گفتم چی گپ؟ میگه از نماز بامداد موندم، بعد نماز وا خوردیم، بعد خرسان شده آمد. اون نماز خسوف بود. شبانه وقتی که خواب میکند یکی از جاگی خوابش میشوند که قرائت امام برآمد است از مسجد. میگه اوه نماز بامداد از دست دادم، تکبیر اولای. گفته به یک غم و غصه طهارت کرده به نماز میبیاد، نمازای میخواند، بعد میبرد که نماز بامداد نبوده است، خسوف بوده است. وقتی که ماهتاب اگر به اصطلاح اگر سوزد نماز خسوف خوانده میشد، سنت است. در مسجد ها نماز خسوف اعلام میکنه، نماز خسوف میکنه. بسیار غمگین میشه همین بنده که به نماز بامداد دیر کرده. گفته که ناگاه میبیند که نماز بامداد نبوده است، بعد خرسند میشد. یعنی چی؟ اگر به این حدیث عمل کنید شما همین خیلی آدم میشید که بعد نماز خفتن در فکری نماز بامداد میشید، بعدی بامداد در فکری پیشین میشید. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه ما بنده در داخلی نماز است، منتظر الصلاه، مادامی که منتظری نماز نوبتی باشد. اگر یک بنده همیشه در فکری نماز آینده باشد و در داخلی نماز است، گویا که نماز نخورده چای خورده نشسته باشدم، او در گویا در نماز است نوشته میشه در نزد الله تعالی، مادامی که منتظری نماز است. اگر به این حدیث عمل کنید شما به همین چی شده میرید، یعنی که یک شخصی میشید که به نمازها اهمیت میده و الله تعالی هم تعریف کرده است و امر کرده است حافظوا علی الصلوات، 5 وقت نماز را خوانید نگفته است در اینجا. حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطى، شما 5 وقت نماز را محافظت کنید و نماز عصر را، یعنی نماز عصر را 2 بار گفت. 5 وقت نماز محافظت کنید، عصر هم در آمد، و نماز میانه را یعنی نماز عصر را محافظت کنید. معناش خوانید نه، بر وقتر طهارت گیرید، طهارت کامل گیرید، لباس های زیبا پوشید، با مسجد بر وقت روید، پیش از اذان روید، تحیات مسجد خوانید، اذان گوش کنید، به اذان جواب گردانید، بین اذان و قامت نماز خوانید، دعا کنید، ذکر کنید.
یعنی نماز به درجه بلند خوانید، بعد نماز بشینید ذکر کنید، این محافظت کردنی نماز است. اگر به همین حدیث عمل کنید از جمله همین ها میشید. امید میکنم که سوالاتون رو درست فهمیدم.